سپاس بسیار از پیشگفتار و پیش درآمدتون بانو تارا و درود به همه باشندگان در اتاق دانشگاه سپنتا. شادم که فرصتی شد تو یک زمینه‌ای که معمولاً به عنوان یکی از چشمان اسفندیار یا پاشنه‌های آشیل از دوره ایران باستان ازش یاد میشه، یعنی همراهی دین و دولت، برای شما دوستان سخن بگم. فکر میکنم که مانند خیلی دیگر از مسائل مهم از دامنه فرهنگ و اندیشه ایران شهری و آنچه که در ایران باستان گذشته، در این مورد هم یا به عمد یا به سهو ما گواه مخدوش کردن حقیقت برای تخریب و آسیب زدن به چهره ایران کهن هستیم و میراث به جا مانده از آن، و از این رو شفاف سازی و روشن سازی حقیقت تا جایی که برامون مقدوره میتواند یه مقدار زیادی از سمپاشی هایی که تو این زمینه شده بکاهد. به طور مشخص مسئله همراهی دین و دولت یکی از مواردی بوده که دولت ساسانی رو باهاش مورد حمله قرار میدادن، چه در گذشته طیف چپ، چه در سالهای اخیر طیف به اصطلاح لیبرال یا دموکرات، و خب طبیعتا تا حدی هم جریانات اصلاح طلب در طیف اسلامی. همه اینها دولت ساسانی رو به عنوان دولت ایرانی زرتشتی به خاطر همراهی دین و دولت مورد نکوهش قرار دادن و تو این زمینه یا به خاطر ندانستن بسنده و کافی مطلب به بیراه رفتن و یا اینکه دانسته برای کمرنگ کردن ارزش و اعتبار دولت ایرانی زرتشتی ساسانی اقدام به این کار کردن. در حال ما موظف به پاسخگویی هستیم و این پاسخگویی امیدواریم که اگرچه بی‌طرف نیستیم ولی بی‌غرض بتوانیم انجام بدیم. یک بخشی از کتابی که من چند ماه پیش منتشر کردم به نام پیش درآمدی برای اندیشه سیاسی ایران شهری، یک بخش از این کتاب اختصاص پیدا کرده به همراهی دین و دولت. این همراهی دین و دولت چه بوده؟ چیست که امروز به خاطر وجود یک حکومت مذهبی در ایران میتواند یک بهانه خوبی برای کوبیدن دولت ساسانی باشه و از اونجایی که دولت ساسانی به عنوان یک دولت رسمی زرتشتی در تاریخ مورد معرفی و شناسایی قرار گرفته، در حقیقت و در عمل زدن ساسانیان به منظور زدن زرتشتیان انجام میشه. به طور مشخص چون میدونیم نه در زمان هخامنشیان و نه در زمان اشکانیان دولت به عنوان یک باور فراگیر و یک آیین رسمی از آیین زرتشت استفاده نکرده، بهره نگرفته، گرچه بخش قابل توجهی از ایرانیان زرتشتی بودند. اما در زمان ساسانیان به طور روشن پیوند دولت و آیین زرتشت رو میتوانیم ببینیم. نقشی که آیین زرتشت در حدود 430 سال دوره ساسانی ایفا کرده و از این رو برای زدن زرتشت و عناصر زرتشتی بهترین کار کوبیدن ساسانیان است و یکی از این مواردی که ازش بهره مند شدن همراهی دین و دولته. مورد دیگری که خیلی مورد سوء استفاده قرار گرفته برای زدن ساسانیان و به تبع زدن زرتشتیان، مسئله وجود پارامتری یا مفهومی به نام فر ایزدی یا فر کیانی که امیدوارم فرصتی باشه و در هفته‌های آینده در مناسبت دیگه به اون بپردازید. اما دین و دولت و همراهی دین و دولت چه بوده و کجای کار رو اینها اشتباه رفتن که ما الان میکوشیم در حقیقت مطلب رو باز بکنیم و از دریچه ایران و نگاه ایرانی مسئله رو ببینیم. به طور مشخص واژه دین که به معنی دعناست و هم به معنی نگریستنه، به معنی نگرشه و هم در متون کهن به معنای وجدان اومده، بار معنایی امروزش رو نداشته. یعنی دین به معنای کیش یا شریعت یا ریلیجن نبوده
و تقریبا از یه مقطعی از دوره ساسانی به بعد دین این معنا رو، یعنی معنای کیش و شریعت رو هم پیدا کرده. بنابراین در متون کهن وقتی ما میبینیم که داره نقل قول میشه و صحبت از دین میشه، آدم دیندار الزاماً آدم مذهبی نیست، بلکه آدمی است که در کنش‌های اجتماعی و فردیش اخلاق و وجدان رو در دستور کار قرار میده. من برای اینکه مطلب رو مستندش کنم از 2-3 تا نمونه استفاده میکنم و خوبه که بشود از اوستا بهره گرفت. در دینیشت کرده 5 در بند 15 زرتشت خطاب به در جای در دینیشت میخونیم که هووی همسر زرتشت، هووی پاک و دانا که خواستار زرتشت بود، او را ستود تا در زندگی با او بهروز شود و دینی بیندیشد، دینی سخن گوید و دینی رفتار کند. بنابراین همراهی و همسری هووی و زرتشت در راستای این است که دینی بیندیشند، دینی سخن گویند و دینی رفتار کنند. به طور خیلی روشن و آشکار اینجا مشخصه که دین معنای اخلاقی و وجدانی داره، چون هنوز آیینی معرفی نشده و هنوز دین معنای کیش رو به خودش نگرفته، معنای شریعت و مذهب رو نگرفته. از این رو به طور مشخص میبینیم که در اوستا واژه دین در معنای اخلاق یا وجدان آشکار شده. در نمونه دیگری من این بار از کتاب معتبر بندهشت استفاده میکنم که از متون پهلوی است. در برگردان فارسیش از مهرداد بهار برگ 39 ما این گونه میخونیم که بخشی که در مورد آفرینش گیتی صحبت میکند میگوید که اهورامزدا در 6مین مرحله از آفرینش کیومرث را آفرید که وظیفه این مرد دیندار از میان بردن اهریمن و دیوان بوده است. خب وقتی که اهورامزدا کیومرث را آفریده که هنوز جامعه انسانی صاحب مذهب و کیش و شریعتی نشده که کیومرث دیندار خوانده بشه، تازه کیومرث قرار است که نخستین باشه. بنابراین وقتی میگوید که این انسان دیندار یعنی انسانی که در زندگیش مفهومی به نام اخلاق یا وجدان رو درک کرده و میکوشه بر اساس اخلاق و وجدانش برای از میان بردن اهریمن و دیوان عمل کنه. به عبارت دیگه خویشکاری یا وظیفه یک انسان دینی از نظر بندهشت که الان اینجا نمونهشو خوندم، پیکار با اهریمنه، پیکار با تاریکیست، پیکار با نادانی، با جهل و فقر و دروغه، نه انجام یه سری از رسوم و آیین‌های مذهبی. نمونه‌های از این دست بسیار در خود شاهنامه فردوسی وقتی شما نگاه کنید در بخش‌های اسطوره‌ای و حماسی شاهنامه، یعنی جایی که هنوز به تاریخ مدون نرسیدیم که بخش بزرگی از شاهنامه رو شامل میشه، تو این بخش‌های اسطوره و حماسی می‌بینید که مرتب از دین به نام اخلاق و وجدان یاد شده و در بخشی که وارد ساسانیان میشیم به بعد تقریبا دین میآید و معنای کیش و مذهب رو میگیره. بنابراین دقت بکنید وقتی سوال از همراهی دین و دولت میشه یه مقدار زیادی از بار معنای دین همراهی اخلاق یا عرف اجتماعی و عرف ملی با دولته که حالا در ادامه بیشتر بهش خواهم رسید. یه جمله معروفی از اردشیر بابکان هست که به این جمله اردشیر بابکان استناد میکنند و میگویند ساسانیان دین و دولت را یکی کرده بودند و ایداد بیداد اگر که بخواهیم که به دنبال آموزه های زرتشت و فرهنگ ایران شهری بریم میفتیم در دام یک حکومت دینی دیگر مانند حکومت دینی که امروز در ایرانه. این یکی از جملات کلیشه‌ای و در حقیقت جنگ‌های تبلیغاتی است که با جریانات زرتشتی این جریانات چپ و لیبرال انجام دادن و هنوزم دارن انجام میدن. این جمله اردشیر بابکان این گونه است. اردشیر میگوید دین و دولت برادر یکدیگرند و هیچ کدام از دیگری بی‌نیاز نیست.
دین شالوده پادشاهی است و پادشاهی نگهبان دین است. هرچه را پایه نباشد از میان برود و هرچه نگهبان نداشته باشد تباه شود. بنابراین به طور مشخص این دو باید در کنار هم عمل بکنن. این نظری است که اردشیر بابکان میده. حالا نگاه کنیم به میراث ایران کهن، ببینیم که آیا دین و دولت یکی بودند، چه در دوره ساسانیان چه پیش از اون، یا نه. اگر ما به جوامع بشری خیلی خیلی کهن‌تر از هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان نگاه کنیم، مثلا برویم به گذشته و تمدن سومر رو ببینیم یا تمدن مصر رو ببینیم، یا بیایم اندکی پس از اون بابل رو ببینیم یا چین رو ببینیم، شما با رهبرانی سر کار دارید در این تمدن‌ها، در این فرهنگ‌ها، که این رهبر سیاسی رهبر دینی هم بوده. به عبارت دیگر شما سلطان ندارید و کشیش، یا سلطان ندارید و کاهن، بلکه یک فرد دارید که تقریباً در جایگاه سلطان کاهنی داره جامعه رو رهبری میکنه. برخی از اینا نمایندگان خدا تصور میشدن، برخی خود خدا تصور میشدن. فراعنه در مصر کاملا نقش الوهیت برای خودشون قائل بودند. در چین امپراتور فرزند خدا بود، بنابراین هم رهبری دینی و هم رهبری سیاسی در وجودش تجلی پیدا میکرد. در بابل و پیش از اون در سومر هم غیر از این نبود و اصولا در تمدن‌های کهن شما این جمع شدن نقش رهبری دینی و رهبری دولتی رو در یک فرد به طور خیلی آشکار و بدون مشکل میتونید ببینید. اما شما منگامی که تقریبا تاریخ مدون ایران رو ما داریم، نگاهی میکنید که ببینید که چه نقشی رو رهبر سیاسی داشته. اگر که شاخص‌ترین چهره سیاسی دوره پیش از اسلام رو یا دست کم معروف‌ترینشون رو کوروش بدونیم، کوروش کبیر، میدونید که کوروش هیچگاه مدعی این که خودش موق یا موبدم هست نشد و همیشه شهریار بود و هدایت وجدانی و اخلاقی جامعه رو واگذار کرده بود به کسانی که تو اون زمینه میخوان کار کنن. داریوش هم در اوج اقتدارش هیچگاه مدعی این که رهبری مذهبی جامعه هم داره نشد، هیچگاه مدعی نشد که هم شاهنشاست و هم موقع. پس از اون در دوره اشکانیان به طور مشخص ما همون رویه رو داریم. در دوره ساسانیان اردشیر بابکان خودش از خانواده آتشکده داری برخواسته بود، ولی میبینیم اردشیر بابکان بنیادگذار ساسانیان به هیچ روی خودش نقش موبدان موبد رو هم بر دوش نمیگیره و فقط شاه ایران میمونه و موبدانی بزرگی مثل تنسر یا مثل ابرسام در اون دوره وظیفه رهبری اخلاقی جامعه رو عهدهدار میشن. بنابراین ما در تاریخمون، ما ایرانی‌ها، هیچگاه جمع شدن دو نهاد دین و دولت در یک نهاد یا یک فرد رو نداشتیم. حتی وقتی به تاریخ حماسی و تاریخ اسطوره‌ایمون هم نگاه میکنیم، کیخسرو که شاه آرمانیست در شاهنامه، میبینید که مطلقاً مدعی رهبری دینی جامعه نیست. دیگر شاهان سرشناس شاهنامه از فریدون بگیرید و منوچهر تا بیایید در پیش از اون دوره کیانیان، پس از اون دوره کیانیان تا کیکاووس و گشتاسپ و دیگران، میبینید که همه اینها فقط رهبر سیاسی یا رهبر دولت هستن، رئیس دولت هستن، رهبر دینی نیستن. به عبارت دیگر میخوام این مطلب رو روشن کنم که همراهی دین و دولت در فرهنگ ایران، در نگاه ایران شهری که مشخصاً آبشخورش نگاه زرتشتی هم بوده، همراهی بوده، نه یکی بودن. به عبارت دیگر ما در فرهنگ ایرانی هیچگاه دین و دولت رو در یک نهاد نداشتیم. از این رو نه دین ما دین دولتی بوده،
نه دولت ما دولت دینی بوده، برخلاف بقیه تمدن‌ها که شما به طور مشخص این تفاوت رو می‌بینید. ما حتی نمونه‌ای داریم در شاهنامه که داستان بسیار عبرت انگیز و پیامداری است به نظر من، داستان جمشید در شاهنامه که در اوستا هم اومده. جمشید تنها کسی است که در تمام دوره اسطوره‌ای حماسی و تاریخی ایران کهن ما مدعی است که هم فر موبدی رو داره و هم فر شاهی. به عبارت دیگه مدعی است هم رهبری دینی و هم رهبری سیاسی درش جمع شده. و ببینید که با این ادعای جمشید که در شاهنامه میگوید منم گفت با فره ایزدی، هم شهریاری و هم موبدی، بدان راز بد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. جمشید که مدعی این یکی بودن دین و دولت در وجود خودش میشه، مردم بهش پشت میکنن نهایتاً و باعث این میشه که ضحاک به ایران بیاد و 1000 سال حکومت کنه و جمشید رو هم از میان ببره. به عبارت دیگر انقدر این کنش و این حرکت، یعنی مدعی بودنی که من هم رهبر دولتم و هم رهبر دین، در نزد ایرانیان ناپسند بوده که تنها کسی که در همه متون ما به چشم میخوره که مدعی این شده، با وجود همه خدماتی که به ایرانیان کرده، بهش پشت میکنن، تنهاش میذارن و باعث سقوطش میشن، یعنی جمشیدو. حالا برخلاف آن چیزی که ما در فرهنگ ایران میبینیم، در مسیحیت رهبری دین و دولت در یک نهاد مشخص جمع میشد و همین منجر به این شد که نخست در اروپا فرایندی صورت بگیره و پروتستانیسم انجام بشه و شعبه پروتستان از دل مسیحیت بیرون بیاد و به دنبال اون یک در حقیقت انقلاب فرهنگی به نام سکولارایزاسیون در جهان غرب رخ بده. این فرایند سکولاری شدن یا دین رو این جهانی کردن برای مسیحیت کاملا معنا داشت. چرا؟ چون مسیحیت شریعتی بود که در قرون وسطا مرتب با آن جهان انسان سر کار داشت. آنچه که میگفت و آن چیزی که از مردم میخواست این بود که خودشون آماده کنن برای رفتن به آن جهان و به دنبال به اصطلاح سعادت اخروی انسان بود و برای زندگی این جهانی انسان فرمول و نسخه‌ای نداشت. از این رو در اروپا توانستند با تمهیداتی کلیسا رو عقب برونند و نهایتاً این مطلب رو جا بیاندازند که برای زندگی این جهانی و زندگی امروز انسان نیاز به قانونگذاری از سوی بشره و نیاز به نگریستن به خواسته های بشر و نیازهای اونه. از این رو جامعه رو سکولار کردن یا دست کم با قانون اساسی آغاز کردن و به مرور جامعه رو به سوی سکولار شدن بردن. حالا در کشورهایی که کاتولیک بودن به جای سکولار لایک شدن که خارج از بحث ماست، اگه لازم شد در فرصت دیگری در این مورد توضیحات بیشتری میدم. اما در مورد فرهنگ ایران و نوع زندگی که ما ایرانیان داشتیم، به خاطر آنکه ما هیچگاه دو نهاد دین و دولت رو در وجود یک فرد نمیذاشتیم و اینها در کنار هم به خویشکاری خودشون میپرداختند، نه اینکه در هم ذوب و ادغام بشن، کلا فرایندی که منجر به سکولار شدن جامعه بشه در جامعه‌ای که خودش ایران شهری است دیگه موضوعیت نداره و بی‌معنا جلوه میکنه. من از یک متن دینی زرتشتی، یعنی دینکرد سوم، مطلبی رو میگم که به نظرم خیلی مهمه که ببینیم که یک دولت دیندار، یعنی دولتی که دولت دینی نه بلکه دولت دیندار که تفاوتش رو خواهم گفت خدمتتون، وظیفه‌اش چیست. در دینکرد سوم میگوید بنا به آموزش دین همچنان که خویشکاری شاه، یعنی وظیفه شاه، آن است تا فرمان روایی و چیرگی انیرانیان و دشمنان و گجستگان را از کشور دور دارد، باید مردمان خویش را نیز از بینوایی، نگرانی، نیاز، بیماری
و کاستی های تنی یعنی نقص عضو برهاند. بنابراین وظیفه سیاسی شاه این است که کشور رو حفظ کنه و مردم رو امنیتشون رو تامین کنه و وظیفه دینیش، دولت دینی یا شهریار دیندار به اصطلاح این است که مردمان خیش رو از بینوایی و نگرانی و نیاز رها کنه، نه اینکه بهشون روش‌های مختلف دعا و نیایش رو بیاموزه. این چیزی است که در دینکرد سوم یعنی یک متن دینی زرتشتی در مورد خیشکاری دولت دیندار گفته میشه. ما مطلب دیگری داریم که من فکر می‌کنم خیلی نمونه خوبی است در کتاب جاویدان خرد که از ابن مسکویه است و در مورد گفته‌های بزرگان ایران زمین مطلب بسیار مهمی رو میگوید اردشیر بابکان. چرا رو اردشیر بابکان تاکید میکنم؟ چون بنیانگذار ساسانیانه و ساسانیان هم یگانه دولت ساسانی تاریخ بشره. از این رو تاکید بر روی اردشیر بابکان در حقیقت یک گونه روشنگری درباره نگاه کیش زرتشتی در قبال مسئله همراهی دین و دولته. خیلی روشن اردشیر بابکان در جاویدان خرد از قول او می‌نویسد که حکومت و سلطنت ملوک دنیا نیست مگر بر بدنها و ظاهر امور رعیت. بنابراین بر پادشاهان سزاوار نیست که رعیت را جز بر آنچه آشکار است از احوال ایشان مؤاخذه کنند. به عبارت دیگر میگوید شاه یا شهریار فقط بر تن، بر ظاهر، بر وجود بیرونی انسانها شهریاری میکنه. بر آنچه که شما در جامعه میکنید، بر آنچه که شما در سر زمین کشاورزی میکنید، در کارخانه میکنید، در سپاه میکنید، در جنگ میکنید. نه اینکه بر آنچه که شما باور دارید، نه بر آنچه که شما بهش میاندیشی براتون ارزش یا ضد ارزشه، بر اون چیزی که ستایش میکنی یا میپرستی، یا مراسمی که دوست داری به طور فردی یا جمعی با عده‌ای انجام بدی به عنوان یک مسئله شخصی. خیلی روشن اردشیر بابکان در این مورد میگوید که شهریار وظیفه از شهریاری بر تن انسان هاست، نه بر دل اونها، نه بر ضمیر اونها، نه بر وجدان اونها، بر آنچه که در جامعه انجام میدن به عنوان یک حرکت فیزیکی. و من فکر کنم اینجا خیلی روشن میکنه تفاوت یک دولت دیندار و یک دولت دینی رو. دولت ساسانی دولت ملی و دیندار بود. دیندار از این جهت که مراسم رسمیش و آیین‌ها و جشن‌هاش بر اساس آیین‌های زرتشتی بود. جشن سده، مهرگان، تیرگان، زرتشت، اینا همه چه پیش از زرتشت بودن، چه اونهایی که کاملا زرتشتی هستن عملاً تار و پود ایرانی زرتشتی داشتن یا همبارها و بقیه. در صورتی که یک دولت دینی که با دولت ساسانیان که دولت دینداری بوده کاملا متفاوته، اصولا قوانین، قانونگذاری در هماهنگی با دین و کیش و شریعت و آموزه های مذهبی انجام میشه، همچنان که نمونه زنده شو در ایران امروز خودمون میبینیم و در قرون وسطا در اروپا هم داشتیم. این تفاوت بسیار آشکاره. در حقیقت در دولت ساسانی آنچه که مبنا بود عرف ملی یا هنجارهای اجتماعی بود که قانونگذاری با اون نباید مغایرتی می داشت. اگر خاطرتون هم باشه قانون در دوره ساسانیان در ایران پیش از اسلام از واژه داد استفاده می کردن یا دات که به معنای قانون بود و داد در حقیقت یعنی حق چیزی رو بیان کردن و حق چیزی رو به جا آوردن و ادای مطلب کردن. به عبارت دیگر داد یا قانون برگرفته از عرف اجتماع، اخلاق اجتماعی، اخلاق ملی بود که نباید قانون کشور با اون به اصطلاح تضاد یا تناقض می داشت و این خیلی متفاوته با قانونگذاری در یک دولت دینی. نکته دیگری که در ارتباط با مطلب آیین زرتشت و دوره ساسانیان میخوام اضافه کنم مطلب دین رسمی و دین دولتی است. آیین زرتشت در دوره ساسانیان آیین رسمی بود ولی آیین دولتی نبود. به چه معنا؟ دین دولتی دینی است که از دولت
تغذیه میکنه، ارتزاق میکنه، از منابع مالی دولت میگیره برای دو مقصود. یکی برای دادن به پیروانش، پخش کردن بین کسانی که اونها صلاح میدونن، و دوم دادن حقوق و مواجب به اربابان دین و به اصطلاح روحانیونی که فعالیت دارن. و طبیعتاً این دین دولتی رهبرانش و مدیرانش هم از سوی حکومت گمارده میشن یا برکنار میشن. امروز ما در ایران با یک دین دولتی سر کار داریم. چرا؟ برای اینکه امام جمعه فلان استان یا فلان شهرستان رو رهبر کشور تعیین میکنه. در حقیقت رهبر کشور است که داره یک رهبر دینی رو در یک شهرستان یا استان بر کار میگذاره. از سوی دیگر بنیادهای دینی در ایران، از مساجد و حسینیه ها بگیرید تا بنیاد تبلیغات اسلامی و دهها سازمان کوچک و بزرگی که اینها دارند، تمامشون بودجه‌های سنگین و کلان از دولت دارند و بیشتر روحانیونی که در اونجا کار میکنن حقوق بگیران حکومتن. در نتیجه دین در ایران امروز تشیع یک دین دولتی است و دولت هم یک دولت دینی است. از این رو که میبینید به طور مشخص در قوانین رعایت قوانین شرعی و آن چیزی که ازش به عنوان میراث تشیع نام برده میشه و در حقیقت اونها آبشخور و خاستگاه قانونگذاری در جمهوری اسلامی هستند. در دوره ساسانیان همچنان که گفتم در مورد قانون به طور مشخص بر اساس عرف ملی بود، نه بر اساس سنت زرتشتی. همچنان که میدونیم مثلا مسئله ارث و میراث در ایران در دوره ساسانی به طور مشخص پیروان هر دین و آیینی به روش خودشون ارث و میراث رو تقسیم میکردن. مراسم زناشویی یا مراسم عقد و ازدواج یا مراسم طلاق یا مراسم تدفین همش بر اساس سنت خودشون انجام میشد. قوانین در میان پیروان ادیان مختلف قوانین مذهبی خودشون جاری بود. اون چیزی که مهم بود در نظر دولت قوانین عرفی بود که قوانین عرفی برای همه شهروندان ایران یکی بود، تبعیضی در کار نبود و این متمایز میکنه که دولت ساسانیان رو از یه دولت دینی. من این نمونه خیلی جالبی هم خدمتتون بگم. موقعی که پیروز برادر شاپور یکم استاندار خراسان بود، یعنی برادر شاه مقتدری مثل شاپور یکم استاندار خراسان بود، سکه‌هایی که ضرب میکرد در خراسان نه تنها واژه اهورامزدا بر روی سکه ها بود، بلکه در کنار اون از خدای بودا هم ستایش میشد. دلیلش این بود که در بلخ و در برخی از نقاط خراسان بزرگ آن روز بخشی از هممیهنان آن روز ما بودایی بودند. این که شما میبینید در کنار اهورامزدا از خدای بودا هم ستایش میشه، اوج در حقیقت آزادگی و آزاداندیشی برادر شهریار کشوری که در مهمترین سرزمین آن موقع ایران یعنی خراسان یه همچین اقدامی میکنه. بنابراین به هیچ روی تابو نبوده که شما روی سکه هایی غیر از اهورامزدا ستایشی از دیگر خدا یا خدایان ببینید و این در حقیقت یک ارجی بوده که به هنجارهای اجتماعی اون منطقه گذاشته می شده و شما غیر ممکنه در یک دولت دینی همچین رسمی رو ببینید. به عنوان آخرین مطلبی که می‌خواستم امروز با شما در میون بذارم، خیلی مناسب دیدم که بخشی رو از دینکرد هفتم با شما به اشتراک بگذارم. دینکرد هفتم برگردان فارسیش از آقای محمد تقی راشده در برگ 260 اینگونه در مورد فساد روحانیان و کجندیشی آنها که ممکنه موجب زوال کشور بشه صحبت میشه و این یک متن دینی زرتشتی است. دینکرد هفتم ببینید چه میگوید. میگوید دیگر نشانه تباه کننده کشور روحانیان نسنجیده گفتار باشند، یعنی که چیزی از روی دانایی نگویند. از این رو باشد که کسانی که راست نمیگویند به این روحانیان میگروند.
آنان تباه کننده کشورند و بدان سبب زوال دهنده خاندان و آبادی و شهر و کشور و همه سرزمین ها. به عبارت دیگر زوال کشور رو و خراب شدن جامعه رو این متن دینی زرتشتی به طور خیلی آشکار فساد و خرابی برخی از روحانیون میدونه. من فکر میکنم که به طور خیلی آشکاری ما در متون زرتشتی یک مشخص میکنه که هدف دولت و وظیفه دولت کار در مسائل نهان و مسائل قلبی و مسائل عاطفی انسان ها نیست، بلکه به زندگی اجتماعیشون باید اشراف داشته باشه. دوم مشخص میکنه که نهاد دین باید گرچه میتواند همراه نهاد دولت باشه همچنان که در دوره ساسانیان بود، ولی باید مستقل باشه. ما میدانیم که موبدان حقوق بگیر هیچ جایی در دوره ساسانیان نبودن. موبدان رده پایین و رده های متوسط کار میکردن، خودشون کشاورزی عمدتاً میکردن، خودشون هزینه خودشون رو در می آوردن. هیربودانی که در آتشکده‌ها کار میکردن داوطلب بودن. اونهایی که وظایف سنگین تری داشتن از به اصطلاح وقفی های درآمدهای وقفی یا اشودات بهره میگرفتن که بتونن تمام وقت به کار خودشون بپردازن. موبدانی هم که در قوه دادگستری بودن و به کار داوری و قضاوت اشتغال داشتن که خب حقوقشون رو به عنوان داور یا به اصطلاح قاضی میگرفتن و اینها باعث میشد که آتشکده‌ها مستقل از دولت باشن. البته شاهان ساسانی برخی از اونها مانند خود مردم عادی وقف یا هدیه به آتشکده‌ها میدادن. مثلا ما میدونیم که موقعی که بهرام گور از جنگ برگشت و پیروزی‌های بزرگی کسب کرده بود، بخش بزرگی از غنایم جنگی رو به آتشکده‌ها بخشید که صرف کمک رسانی به بی‌بضاعت‌ها و تهیدستان بشه، صرف پشتیبانی از خانواده‌هایی بشه که مردانشون دو جنگ از میان رفته بودن، بچه‌های یتیم، زنان بی سرپرست، و همچنین بخش بزرگی از اون به صورت وام بلاعوض به کسانی داده بشه که زمین بایری رو آباد بکنن. و این گونه مسائل رو شما تو دوره ساسانیان می‌بینید. این استقلال نهاد دین از دولت باعث می‌شد که گهگاهی صاحبان یا اربابان دین و موبدان در مقابل شاهی که از نیک روشی و نیکمنشی دور میشد بایستن و اون رو در حقیقت بهش هشدار بدن و ازش بخوان که درست عمل بکنه. مطلب در این زمینه بسیار هست. حالا امیدوارم که اگر پرسش‌هایی هست بتوانم تو بخش پرسش و پاسخ یه مقدار از ندانسته یا مطالب مبهمی که نزد شما باقی مونده رو پاسخ بدم. اگر که نیاز به بررسی و پژوهش بیشتر داشتید، اگر احیانا کتاب پیش درآمدی به اندیشه سیاسی ایران شهری رو داشتید یا بعدا تهیه کردید، فصل همراهی دین و دولت میتواند کمک بیشتری بر درک این جستار بسیار مهم بکنه. خیلی سپاسگزارم و فرصت هست که پرسش‌های شما رو بشنویم. من گویانه رو قطع میکنم و از تارای گرامی میخوام که نشست رو مدیریت بکنه. سپاسگزارم. سپاس از شما جناب استاد شاهین نژاد، بسیار بهره بردیم و من دوست داشتم که این گفته های شما ساعتها به درازا بکشه و من بیشتر بیاموزم ازتون. حالا از دوستان میخوام اونهایی که پرسشی دارن در بخش چت همگانی شماره 1 رو بزنن تا پرسششون رو بتونن از استاد بپرسن. گویا شروین گرامی پرسش دارن. خواهش میکنم که بله، جناب شروین هاشمی گرامی با درود به شما پرسشتون رو از استاد بپرسید. درود به تمام دوستان گرامی. من یه سوال داشتم، واسم ببینم که دولت ساسانی در کنار دین زرتشت قدرت گرفت و دولت فراگیر ایران شد، یا برعکس دین زرتشت در کنار دولت ساسانی دین فراگیر ایران شد؟ با سپاس.
تارای گرامی، من پاسخ بدم یا میخواین پرسش‌ها جمع بشه؟ من الان آمادگی دارم پاسخ بدم، هر جور شما میفرمایید. نه استاد، بدید من پاسخ بدید بهتره، چون اینجوری ما بهتر در میابیم پاسخ ها. بسیار حتما. سپاسگزارم. شروین گرامی، پرسش بسیار بجایی بود. در حقیقت در پایان دوره اشکانی، در 100 سال واپسی دوره اشکانی، ایران به یک بنبست بزرگ خورده بود. اشکانیان در دوره‌های آغازین و دوره‌های میانی قدرتشان بسیار جانانه و مردانه جلوی روم ایستادند و با ادعای بسیار کم چندین بار رومیان رو شکست دادند و در حقیقت نقش پاسداشت و نگهبانی از ایران و ایرانیان رو به نحو عالی انجام دادند. در 100 سال پایانی دوره اشکانی اون رویه تغییر کرده بود. شوربختانه حسادت‌ها و رقابت‌های بی‌موردی که شاهزادگان اشکانی با هم داشتند و نبردهای درونی رو باعث می‌شدند، باعث تضعیف دولت اشکانی شده بود، به گونه‌ای که 3 بار رومی‌ها موفق شدن پایتخت آن روز ایران یعنی تیسفون رو اشغال کنند. حالا درسته تیسفون در جنوب غربی کشور بود و خیلی هم دور از دسترس رومیا نبود، ولی همچین چیزی پیشینه‌ای نداشت که 3 بار ظرف 100 سال پایتخت ایران شهر سقوط کنه. اینها نشان میداد دولت اشکانی کارآمدی سالهای پیشینش رو نداشته و از دست داده. آنچه که بیش از هر چیز دیگری در جامعه احساس شده بود، نبودی یک چتر باوری و یک در حقیقت دوپینگ روحی روانی برای جامعه بود که بتواند کشور رو از نظر احساسی و عاطفی بیمه کنه و بر این پایه نابغه‌ای مانند اردشیر بابکان هنگامی که به عنوان یک سردار منطقه‌ای بلند میشه و شروع میکنه به مرور از ناحیه استان فارس کنونی تکه تکه سرزمین‌های ایران رو در زیر فرمانبری خودش در میاره، به این نکته کاملا واقف بوده که این کشور نیاز به یک آیین ایرانی داره و اون آیین ایرانی باید پایه‌های ایدئولوژیک داشته باشه برای اینکه بتواند کشور رو در برابر آفت‌ها و آسیب‌های بیرونی بیمه کنه. تنها نیروی سپاهی و جنگ‌های فیزیکی نمیتواند کارگشا باشه. از این رو از آیین موجود زرتشتی در کشور بهره گرفت و آیین زرتشتی رو که آیین احتمال زیاد هنوز اکثریت ایران هم بود، می شود گفت که اکثریت ایرانیان آیین زرتشتی داشتند و یک دست و هماهنگ کرد. ما میدونیم در سالهای آغازین ساسانیان روایت ها و برداشت ها و به قول امروزی ها قرائت های متفاوتی از کیش زرتشتی در ایران جاری بوده. باورهای زروانی هم حضور داشتند، باورهای مهری هم حضور داشتند. خود آیین زرتشت چندین برداشت ازش موجود بوده و کاری که اردشیر بابکان کرد با کمک تنسر و دیگرانی که در کنارش قرار گرفتن تقریبا یک دست کردن این آیین بود. همچنان که ما میدانیم به فرمان اردشیر برخی از آتشکده‌ها خاموش شدند و تنسر در نامه معروفش به پادشاه طبرستان پاسخ میده که پادشاه طبرستان میپرسه چرا اردشیر داره این گونه دین ستیزی میکنه و تنسر پاسخ میده که اگر برخی از آتشکده‌ها را خاموش کرده برای اینکه بشود به مردم یک پیام روشن داد و این همه ضد و نقیض و پیام‌های غیر هماهنگ به آشفتگی و گیجی بیشتر مردم می انجامه. در حقیقت از دید باوری، از دید ایدئولوژیک اردشیر زمین را هموار کرد که نسخه در حقیقت برتر یا نسخه‌ای که از نظر اردشیر برترین نسخه یا برداشت کیش زرتشتی بوده در ایران بتواند بال و پر بگیره. بنابراین از آیین زرتشت که وجود داشت اردشیر بهره گرفت و بهره‌گیریش هم به این صورت شد که راه رو برای نظریه پردازان و اندیشمندانی باز کرد که اون نسخه آیین زرتشت رو میپسندیدن و دقیقاً خدمتی بود که اردشیر به آیین زرتشت کرد و خدمتی هم که آیین زرتشت به اردشیر کرد این که وجود داشت. از همه مهمتر این که بومی بود، ایرانی بود و توانست به عنوان آیین ایرانی برای بیش از 4 سده پیشرفت، سازندگی
و قدرت و کیان کشور رو بیمه کنه و با خودش به همراه داشته باشه. بنابراین جمله آخرم در پیوند با پاسخ به پرسش شروین گرامی این است که اردشیر آیین زرتشت رو برکشید. آیین زرتشت موجود بود و احتمال زیاد آیین اکثریت مردم ایران بود، البته برداشت‌های مختلفی از اون. و خدمتی که اردشیر به آیین زرتشت کرد این بود که در حقیقت به موبدانی دور داد و به موبدانی میدان داد تا بتوانند بیشتر این مسائل شفاهی رو کتبی کنن، تئوریزه بکنن و آیین زرتشت در خدمت کشور درآمد برای سازندگی ایران و ایران شهر هم در خدمت آیین زرتشت درآمد برای ماندگاریش و برای در حقیقت استوار کردن شالوده‌های آیینی که سده‌های طولانی بود ولی بیشتر در سنت شفاهی در میان مردم جاری بود تا در قالب یک منیفست یا یک داکترین دولتی. ممنونم. سپاس از شما. صبای گرامی، یک سده بودن، پرسشتون رو بفرمایید. درود بر همه دوستان. سوال من این بود که زروانی ها چه نقشی داشتن توی از بین بردن آیین زرتشت؟ چون توی کتابی من خوندم که زروانی ها کسایی بودن که اصلا خودشون رو به زرتشت نزدیک کردن و خودشون رو زرتشت معرفی کردن. سوال من این بود. سپاسگزارم. آیین زروانی یا باورهای زروانی از باورهای کهن آریایی است و برمیگرده حتی به پیش از زرتشت احتمال زیاد. آنچه که رخ داد این بود که پس از اینکه زرتشت اومد و آموزه‌های خودش رو ارائه کرد، اگر باور زروانی در فلات ایران بود تا مدتی فروکش کرد و اگر نبود بعد که وارد فلات ایران شد در حقیقت به مرور توانست بیاد و توی کیش زرتشتی برای خودش یک رد پاهایی بگذاره. همچنان که آیین مهری هم رد پاهایی در کیش زرتشتی از خودش گذاشت، همچنان که پرستش آناهیتا هم این نقش رو داشت، همچنان که باورهای سیمرغی که در میان سکاها در ایران رواج داشتن به همین گونه. اما اینکه باور زرتشتی یا باورهای زروانی اصولاً چه بود، میدونید که زروان همون زمان بیکرانه است. در حقیقت اعتقاد به این داشتن زروانیان که لحظه آفرینشی در جهان وجود نداشته، جهان ازلی بوده و ابدی خواهد بود، نه آفریده شده و نه از میان خواهد رفت و آن چیزی که در حقیقت بوده همیشه همون زروانه که زمان بیکرانه است، زمانی که کران نداره. مانند یک دایره، شما اگر بخواید براش نقطه آغازی در نظر بگیرید یا نقطه پایان روی دایره بی‌معناست. نقطه آغاز و پایان رو برای پاره خط در نظر میگیرن. اینا نظرشون این بود که باید هستی رو به صورت دایره دید، در نتیجه آنچه که بوده فقط همیشه زروان یا اکران زمان بوده که زمان بیکران است و در کنارش طبیعتاً با خودش یه سری باورهای جنبی هم داشت، مثلا اعتقاد به جبر، اعتقاد به این که با حرکت سیاره ها و با قرار گرفتن ستاره ها در موقعیت های متفاوتی که از زمین دیده میشن میشود سرنوشت انسان ها رو دید و یا آینده رو پیش بینی کرد. اعتقاد به این که آنچه که ما انجام میدیم روی یک سرنوشت محتوم و در حقیقت غیر قابل فرار، غیر قابل گریز از این برای ما نوشته شده. انسان مختار نیست، انسان آزاد نیست، بلکه انسان مجبوره تو مسیری که براش تعیین شده حرکت بکنه. باور زروانی شاید در سده‌های آغازین و میانی دوره ساسانیان لطمه چندانی به ما نزد، اما در سالهای آخرین دوره ساسانیان ما حضور پررنگش رو میبینیم به طور مشخص. موقعی که صحبت از نامه رستم فرخزاد میشه که به برادرش می‌نویسه در آستانه جنگ قادسیه، میگوید که ما
به نظر میاد محکوم به شکستیم. همه چی بر علیه ما به نظر میرسه. هر آنچه که آسمان و ستارگان نشون میدن و هر آنچه که گردش روزگاره برخلاف میل ماست و من مطمئنم که ما به یک بدبختی میفتیم که معلوم نیست پایانش کجاست و این نکبتی که داره ایران زمین رو در بر میگیره باعث این میشه که من الان احساس درد و احساس به اصطلاح درماندگی میکنم و خیلی اون نامه تاثیرگذاری است، ولی شما باورهای زروانی درش میبینید. انگار که خود انسان دیگر نمیتواند نقشی بازی کنه. به طور جغرافیایی هم اگر بخوام این پاسخ رو کامل کنم، آنچه که میشود برآورد کرد این است که در مناطق غربی و جنوب غربی ایران شهر آن روز باورهای زرتشتی بیشتر رنگ زروانی به خودش گرفته بوده و در شمال و شمال شرقی ایران آن روز، در شرق و شمال ایران آن روز باورهای زرتشتی بیشتر به صورت مزدایی باقی مونده بوده. این رو میشود از برخی از متون کهن و از کنش‌های سیاسی دولت مردان آن روز متوجه شد. در حال باور زروانی گرچه از نظر فلسفی نکات جالبی درش هست که حتما هست، اما بیرون از آموزهای زرتشت بود و دست کم اون بخشش که اعتقاد به جبر داره، به این که ما در زندگیمون آدم‌های مختار و آزادی نیستیم و سرنوشت ما دست خودمون نیست، دست کم در آستانه جنگ قادسیه به نظر میاد به نیاکان ما در اون سالها آسیب‌های زیادی زد. همچنان که خیلی از همیهنان ما میگفتن این بلایی که سر ما اومده به نظر میاد که در حقیقت کیفری است که خداوند داره به ما میده. بلای منظور اومدن اسلام و مسلمان‌ها به ایران و اون قتل و غارت و اون تجاوز و بردهداری. در حال در مورد زروانی اگر نیاز بود میشود در فرصت دیگر به خود اون باورها پرداخت. سپاسگزارم. سپاس از شما. سپاسگزارم از شما جناب نژاد. شروین گرامی، شما یک زده بودید، پرسشتون رو میتونید بفرمایید. من پرسش اولمو به درستی پاسخ گرفتم. پرسش بعدی من اینه که با توجه به اینکه همراهی دین و دولت در دولت ایرانی مورد پذیرش نبوده و برخلاف تمام دولت‌های دیگه مانند چین و بابل و مصر، پس چرا پس از اردشیر بابکان شهریار ایران نقش مذهبی میگیره یا متهم به این میشه که مثلا نقش مذهبی داشته؟ با سپاس. شیخ گرامی، در همراهی دین و دولت مشکلی نبوده. در جمع شدن نهاد دین و دولت در یک فرد یا یک نهاد گرفتاری بوده. اردشیر بابکان هم دقیقاً به همراهی دین و دولت اعتقاد داشته و شاهان پس از اون عمدتاً، حالا ممکنه استثناءاتی هم باشه اما ما رو قاعده صحبت میکنیم نه رو استثناء، این مسئله رعایت کردن. برای همین است که شما میبینید که خیلی راحت برادر شاپور یکم این فرزند اردشیر بابکانه، بنابراین پیروز برادر شاپور یکم که استاندار خراسان بود پسر دیگری از اردشیر بابکانه. ایشون خیلی راحت خدای بودایی رو هم روی سکه ستایش میکنه. این که شما گفتید جمله کاملا درست بود، متهم میشوند که دین و دولت را یکی کردن. شما میبینید بیشتر این اتهامات از سوی در حقیقت جهان مسیحیت متوجه ما میشه. نویسندگان مسلمانی که تو صدای نخست هجری مطالب رو گفتن یه همچین باوری نداشتن، نه طبری، نه مسعودی، نه بلازری، دینوری، ثعالبی، گردیزی، هیچ کدوم یه همچین ادعایی نمیکنه. این ادعای جهان مسیحیت. درگیری و دعوای ایران ساسانی هم با جهان مسیحی درگیری دینی نبود، کاملا درگیری سیاسی بود. پیش از این که یزدگرد یکم کلیسای نستوری رو بنا کنه که کلیسای در حقیقت ایرانی شد، مسیحیان ایران به روم به چشم برادر دینی خودشون نگاه میکردن و شوربختانه خیلی از این مسیحیان ایرانی حس دینی و مذهبیشون بر حس ملیشون غلبه میکرد و در زمان بحرانها و جنگها میان ایران و روم به طور مشخص برای رومی‌ها جاسوسی میکردن. اینو ما در متون 2-3 متن حتی رومی رو ما میخونیم. حتی مانویان و یهودیان
در آن هنگامه ما متن داریم، مستند تاریخی داریم که از دولت ساسانی میخوان که این جاسوسان روم رو سرکوب کنن. اگر گرفتاری دولت ساسانی با مسیحیان گرفتاری دینی بود، دیگه مانویان و یهودیان که خودشون غیر زرتشتی بودن نباید نسبت به مسیحیان این اعتراض رو میکردن. به هر حال این کشاکش بود. خیلی از اینها متاسفانه آسیب‌های زیادی به ایران زدن و دولت ساسانی با اینا گرفتاری داشت، تا اینکه در دوره یزدگرد یکم بالاخره کلیسای ایرانی بنا شد، کلیسای نستوری، و بعد یه دفعه مشکل حل شد، چون اینها به جایی که به کلیسای یعقوبی در روم اتکا بکنن، به کلیسای نستوری در خود ایران شهر وابسته شدن اکثریت اینها و شهروندان خوبی هم شدن و در حقیقت دیگه اون نقش منفی رو بازی نکردن و مشکل با اونا حل شد. در مورد مزدکیان در فرصت دیگری خاصی توضیح بیشتری خواهم داد، به خاطر اینکه در مورد مزدکیان مطلب سیاسی است، ولی نه، اون سنت همراهی دین و دولت در دوره ساسانیان دست کم تا دوره خسرو پرویز حفظ شد. خسرو پرویز این همراهی رو به هم زد، موبدان رو منزوی کرد، آیین زرتشت رو عملاً در حضورش رو در جامعه کمرنگ کرد، ملکه مسیحی گرفت، خیلی مسائل پیش اومد و اون 50-60 سال پایانی دوره ساسانیان، دوره خسرو پرویز و جانشینان اون، دوره جدایی دین و دولت، این دو نهاد از همدیگه بود، دیگه همراه نبودن و نهایتاً باعث زمین خوردن کشور شد به خاطر خلایی که ایجاد شده بود. من یه پرسش دیگر دوستان رو میتونم پاسخ بدم، بعد پوزش میخوام، باید به جایی برم و برنامه دیگری هست. خیلی سپاسگزار میشم اگر تارای گرامی یه پرسش دیگر هم مطرح بشه. من در خدمتتون هستم. سپاس استاد بزرگوار. جناب شروین دوباره پرسش دارن، بفرمایید جناب شروین. من پرسشم اینه که نقش مبلغ دینی در زمان ساسانیان چی بوده، وظیفه‌اش چه بوده و چقدر قدرت داشته و نقطه ضعف دین زرتشت چی بوده که به دین مسیحیت گرایش پیدا کردن ایرانیان؟ مبلغ کار تبلیغی در دوره ساسانیان زیاد انجام نمی‌شده، چون ساسانیان بیشتر آیین زرتشت رو یا آیین ملی می‌دونستن، در حقیقت یا آیین ایرانی می‌دونستن، برای همین کوششی نمی‌کردن، نه خودشون نه دستگاه موبدان آن هنگام، که آیین زرتشت رو در شرق و غرب عالم تبلیغ بکنن. در حقیقت آیین ایرانی می‌دونستن و اون چیزی که نسبت بهش نگران بودن این بوده که ایرانیانی که زرتشتی هستن از آیین زرتشت بیرون برن، نه اینکه کوشش کنن فرض کنید رومیان مسیحی رو زرتشتی کنن. اینکه چرا بخشی از ایرانیان مسیحی میشدن مانند این است که بپرسیم چرا بخشی از ایرانیان بودایی میشدن و چرا بخشی از ایرانیان در یک دوره مانوی شدن یا مزدکی شدن. نیاز جامعه است، جامعه سلیقه‌های متفاوت میطلبه و تا موقعی که اون باور یا آیین به تنه و پیکره اصلی کشور زیانی وارد نمیکنه و خطری رو متوجه کشور نمیکنه، نه ساسانیان نگران اون بودن نه دیگران. و طبیعی است توی کشوری با گسترش آن هنگام ایران در یه بخشای مانوی‌ها یه مقدار جمعیت پیدا کنن. یهودیان پراکنده بودن، در همه جا بودن، بودایان در شمال شرق مقداری بودن و این نه دال بر حقانیت فرض کنید آیین مسیحیت، نه دال بر ضعف آیین زرتشت بود، همچنان که 430 سال که دوره ساسانیان بوده حدود 300 سالش مسیحیت بوده، ولی جامعه مسیحی ایرانی جامعه نسبتاً کم جمعیتی بوده نسبت به جمعیت تو کل کشور. تارای گرامی گویانه در خدمت شما. سپاسگزارم از شما. شما هم گویا جای دیگری کار دارید و باید برید. من در پایان دوستان گرامی یک بار دیگه آگهی دانشگاه سپهردار رو برای شما میخونم و